ستایشم و توی این ولاگ قراره با هم به قله سبلان صعود کنیم. از تهران سوار اتوبوس شدیم تا به سمت پناهگاه شابیل سبلان بریم که مبدأ صعود از جبهه شمال شرقی هستش. توی مسیر از قزوین و رشت و اردبیل و مشکین شهر و لاهرود رد شدیم تا به مقصد برسیم. بین ما مجتمع آب گرم شابیل حدود 10 الی 12 ساعت راه بود تا اینکه بالاخره کوه سبلان رو دیدیم. وسایلمون رو از اتوبوس پایین آوردیم و تادا بالاخره اتاقامون رو تحویل گرفتیم. یکم از آب و هوای فوق‌العاده پناهگاه شابیل لذت بردیم و در همین حینم مردم خونگرم و مهمون نواز عشایر رو دیدیم. خونه‌شون خیلی گودو و ترتمیز و قشنگ بود. نگاه کنید عزیزم. در همین حین با تور لیدرمون مشورت کردم. کسایی که میخوان کوهنوردی رو شروع کنن باید تو طی هفته بدنسازیتون درست باشه، حوازیتون درست باشه، استرس نباید داشته باشی، خوابتون خوب باشه، باید فکرت آزاد باشه. این ورزش یه ورزش سنگینیه. وقتی hayat şaşırtır hep zaten ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen hayat şaşırtır hep zaten. طبیعت پناهگاه شابیل واقعا از زیباترین چیزایی بود که توی طول زندگیم دیدم. غروب زیبای آفتاب هم همه چی رو چندین برابر زیبا کرد. و اما جمعه 26 تیر 1405 ساعت 2:30 صبح استارت ماجراجوییمون خورده شد. بریم بالا. خب ما از لندروورا پیاده شدیم. الان رسیدیم به حسینیه و قرار دیگه پیمایش رو شروع کنیم. ما تقریبا رسیدیم پای مهراب. رسیدیم به سنگ مهراب. امروز جمعه 26 تیر ماه 1405 در فراز قله سبلان در کنار تپه مهراب هستیم با گروه خوب تومیسه. ما بالاخره به قله سبلان صعود کردیم و الان این دریاچه زیبا پیش رومونه و واقعا داریم لذت میبریم.